سلام همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه مفهوم روانشناسی خیلی جالب. یه چیزی که به یه سوال خیلی خیلی آشنا جواب میده. سوالی که شاید هممون از خودمون پرسیدیم، آخه چرا ما از بعضی آدما اینقدر بدمون میاد؟ جوابش جالبه بدونید، هم به دنیای مدرن امروزی ربط داره، هم به عمیق‌ترین لایه‌های وجود خودمون. واقعا بیایید یه لحظه بهش فکر کنیم، چرا یه سری آدما انقدر رو اعصابمونن؟ یعنی چی میشه که رفتار یه نفر خاص میتونه ما رو تا سر حد جنون عصبانی کنه یا حالمون رو بد کنه؟ خب نکته جالبش اینجاست، جواب این سوال اونطور که فکر میکنیم توی اون آدم نیست، بلکه یه جایی عمیقاً توی خود ما قایم شده. خب برای اینکه جواب رو پیدا کنیم، اول باید یه نگاهی به دنیای دور و برمون بندازیم. میدونید ما داریم تو عصر ویترین زندگی میکنیم. یه عصری که یه فشار دائمی رومونه که همیشه بهترین و موفق‌ترین ورژن خودمون رو به همه نشون بدیم. اینجا تفاوت این دوتا رو قشنگ می‌بینیم. یه طرف ماجرا اون خود ویترینی ماست، همونی که همیشه بی‌نقصه، موفقه، خوشحاله، تصویری که دلمون میخواد همه از ما داشته باشن. اما اون طرف دیگه خود واقعی ما وایستاده، یه موجود پیچیده که خب گاهی وقتا ناکامله، کلی نقص داره، اما در عوض واقعیه، اصیله. و داستان دقیقاً از همینجا شروع میشه، از همین تضاد. هر چقدر بیشتر سعی کنیم یه بخش روشن و نورانی از خودمون رو به نمایش بذاریم، یه بخش دیگه توی وجودمون تاریکتر و عمیق‌تر میشه و اون همون نیمه تاریک ماست. دقیقاً نکته کلیدی همینه. هرچی ما بیشتر زیر این شخصیت ویترینی وایسیم و هی زور بزنیم که عالی به نظر بیایم، سایه‌مون توی وجودمون بزرگتر، تاریکتر و سنگین‌تر میشه. چرا؟ چون روان ما که مثل ویترین مغازه نیست، با قایم کردن و پنهانکاری کار نمیکنه. یه روانشناس سوئیسی به اسم کارل یونگ اسم این بخش پنهان رو گذاشت سایه. سایه رو میتونید مثل یه انباری توی ناخودآگاهمون تصور کنید. انباری تمام چیزهایی که اصلاً دلمون نمیخواد راجع به خودمون قبول کنیم. همه اون ویژگی‌هایی که فکر میکنیم بدن، ضعیفن یا خجالت آورن. همشون رو میندازیم اون تو و درش رو میبندیم. مثلا چیها؟ خب چیزایی مثل خشم، حسادت، ترس، تنبلی. میدونید همه اون غرایزی که از بچگی به همون گفتن بده و نباید داشته باشی. خب حالا این سایه پنهان اصلا چه ربطی به اون سوال اولمون داشت؟ همون که چرا از بعضیا بدمون میاد. نکته فوق‌العاده‌اش اینجاست، اون سایه اون تو حبس نمیمونه، از یه جای دیگه میزنه بیرون. کجا؟ توی واکنش‌های شدید ما با آدمای دیگه. انگار بقیه آدما یهو تبدیل میشن به آینه تمام نمای سایه خودمون. این ایده واقعا ذهن آدم رو منفجر میکنه. یونگ میگه هر چیزی که توی آدمای دیگه ما رو دیوونه میکنه یا آزار میده، یه فرصت برای اینکه خودمون رو عمیق‌تر بشناسیم. انگار داره بهمون میگه اگه میخوای با تاریکی بقیه کنار بیای، اول باید تاریکی خودت رو بشناسی. و این جمله دقیقاً میزنه به هدف. یعنی اون آدمی که انقدر ازش متنفریم داره دقیقاً همون بخش‌هایی از وجود خودمون رو بهمون نشون میده که یه عمره داریم سرکوبشون میکنیم و از دیدنشون وحشت داریم. توی روانشناسی یه اسم خیلی مشخص برای این کار داریم، فرافکنی. انگار ما اون ویژگی‌های بد و سرکوب شده خودمون رو برمی‌داریم و پرتاب می‌کنیم روی یکی دیگه. بعد وقتی همون ویژگی رو توی اون آدم می‌بینیم، یهو از کوره در می‌ریم، قضاوتش می‌کنیم، تحقیرش می‌کنیم، در حالی که اصلا حواسمون نیست که داریم با یه تیکه از وجود خودمون می‌جنگیم. ولی آیا این سایه فقط یه چیز منفی و ترسناکه که باید ازش فرار کنیم؟ نه. اینجاست که دیدگاه یونگ واقعا شگفت انگیز میشه. اون باور داشت که توی دل همین تاریکی یک گنج قایم شده. اینجا این دوتا دیدگاه رو خیلی خوب کنار هم میبینیم. خیلیا فکر میکنن سایه یه جور سطل زباله روانیه، پر از چیزای به درد نخور. اما یونگ چی میگه؟ میگه نه، اون یه انبار پر از انرژی حیاتیه، یه منبع طلای پنهان. سایه رو نباید نابود کرد. سایه کلید رسیدن به خود کامل و اصیل ماست. پس راه حل روبرو شدن و یکی شدن با این سایه است. به این کار میگن یک پارچه سازی و مزایای فوق‌العاده‌ای داره. خودآگاهیمون به شدت بیشتر میشه، میتونیم بقیه رو بهتر درک کنیم و باشون همدلی کنیم، دست از قضاوت‌های الکی برمی‌داریم و از همه مهمتر زندگیمون واقعی‌تر و پر از انرژی میشه. خب آخرش ما میرسیم به یه دوراهی، یه انتخاب.
میتونیم همینطور به فرار از سایمون ادامه بدیم و یه آدم نصف نیمه باقی بمونیم، یا اینکه شجاعت به خرج بدیم، باهاش روبرو بشیم و به سمت یه آدم کامل حرکت کنیم. و تفاوت این دوتا راه از زمین تا آسمونه. آدم نصف نیمه همش در حال فراره، همیشه مضطرب و شکننده است و مدام ایباش رو میندازه گردن بقیه. اما آدم کامل چی؟ اون با سایش روبرو میشه، قبول میکنه که پیچیده است و در نتیجه به یه زندگی واقعی و خودآگاه میرسه. و این یه نکته خیلی خیلی مهمه که باید یادتون بمونه. فرار از سایه ما رو بی‌نقص نمی‌کنه، فقط ما رو نصفه و آسیب پذیر نگه می‌داره. یه همچین آدمی حتی اگه یه ویترین خیلی شیک برای خودش درست کرده باشه، ته دلش توی خلوت خودش از همه مضطرب‌تر و شکننده‌تره. خب بذارید این بحث رو با یه سوال تموم کنیم که با خودتون به خونه ببرید و بهش فکر کنید. اون ویترینی که شما هر روز به دنیا نشون میدید واقعاً داره چه چیزهایی رو از خود واقعی شما پنهان میکنه؟ و از اون مهمتر، چه گنجی، چه طلایی توی سایه شما منتظره که برید و پیداش کنید؟